سلام، خسرو هستم. امروز میخوایم با هم مرغ ترش درست کنیم. این خورش رو هم توی مازندران درست میکنن هم توی گیلان. دستوراش یکم با هم دیگه فرق میکنه. اینی که من امروز درست میکنم شبیه دستور گیلانیشه. دستورش هم از مادرم یاد گرفتم. دستش هم همینجا میبوسم. مواد اولیه برای درست کردن مرغ ترش مرغ هست. میتونین هم رون استفاده کنین هم سینه. سبزی، گیشنیز و جعفری و اسفناج، شیوید و تره. بعضی از رسیپی ها توش سبزی شمالی خالواش داره یا چند تا پر نعنا. آبگوره من دارم اینجا. اگه در دسترستون بود از آب نارنج استفاده کنید بهتره. اگه نمیتونید آبگوره استفاده کنید. اونم اگه نداشتین اشکال نداره، آب لیمو بزنید. روغن، سیر، پیاز، تخم مرغ، لپه، نمک و فلفل و زردچوبه. خب اول سبزی ها رو میریزیم توی دستگاه مخلوط کن و خورد میکنیم. اگه خواستیم میتونید با چاقو هم اینا رو ریز ریز خورد کنید. بعضی سوال کرده بودن اگه این سبزی های شمالی رو نداریم چی کار کنیم. اگه خالواش نداشتید میتونید با یکم نعنا جایگزینش کنید. حواستون باشه که زیاد نعنا نزنین که غذاتون تلخ نشه. اگر هم نداشتین هیچ کدوم اشکالی نداره، خودتون از خوردن این غذاها درست کردنشون محروم نکنید. همونطور که گفتم یک کوچولو عشق توش بریزین و از خوردنش لذت ببرین. یه چند تا سیر الان میریزیم توی سبزی. یه چند تا سیر هم بعداً موقع تفت دادن مرغ استفاده میکنیم. خب پیازمون رو خورد میکنیم. توی یه قابلمه یکم روغن میریزیم، میذاریم داغ بشه و پیازها رو توش سرخ میکنیم. یکم زردچوبه به پیازها اضافه میکنیم. سیر رو با یکم روغن سرخ میکنیم و به پیازها اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. مرغامون رو به پیاز داغ اضافه میکنیم. هر دو طرف مرغ رو تفت میدیم. زیر شعله گاز رو یکم کم میکنیم و در قابلمه رو میذاریم. توی مایتابه یکم روغن میریزیم، میذاریم که داغ بشه. سبزی ها رو به مدت 5 دقیقه سرخ میکنیم. یکم نمک و فلفل به سبزی ها اضافه میکنیم. لپه ها رو برای چند دقیقه با 2 تا قاشق غذاخوری روغن تفت میدیم. سبزی همون که سرخ شدن اینا رو میریزیم توی قابلمه و خوب با مرغ مخلوط میکنیم. بعد لپه رو اضافه میکنیم. یکم نمک فلفل میزنیم. خوب همشون میزنیم که با هم مخلوط بشن. بعد آب جوش به قابلمه اضافه میکنیم تا جایی که روی موادمون کاملا آب باشه. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم که مواد هولوش 1 ساعت بپزن. حواستون باید باشه که لپه ها له نشن. نزدیکای آخرش که لپه ها نزدیک به پختن بود آبگوره رو اضافه میکنیم و میذاریم که کامل بپزه. خب همونطور که میبینین قشنگ بالاش روغن انداخته. 1 ساعت و نیمی پخته. الان وقتشه که تخم مرغش رو بهش اضافه کنیم. تخم مرغا رو توی کاسه میشکنیم. یکم نمک و فلفل بهش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم و میریزیم توی قابلمه. بعد که تخم مرغ رو ریختیم خیلی کم باید همش بزنیم. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم تا 10 دقیقه دیگه بپزه. خب مرغ ترشمون آماده است. روشا اومده که با هم دیگه امتحانش کنیم. روشا چطور بود؟ خیلی خوب. نوشه جون.
امیدوارم که درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این دکمه زنگوله این پایین هم اگه خواستین فشار بدین که ویدیوهای جدید رو زود ببینین. این سیر ترشی و بادمجون کبابی رو هم توی لینک پایین میذاریم که درست کنید. تا هفته بعد خداحافظ. بزن. این دستوری که الان من درست میکنم دستور گیلانیشه. دستورش رو از مادرم یاد گرفتم. دستش رو همین دستور این غذا رو از مادرم یاد گرفتم. همینجا بالا سرمون وایساده همه ایراداشو گرفته. نه توی بد شد این دستور. سلام، خسرو هستم. امروز بخوایم با هم ترشی تره نه مرغ ترشه این بشین. سیر ترشی خونگی و ترشی این سیر ترشی خونگی و این سیر ترشی خونگی و ترشی بادمجون کبابی رو هم دستورش رو میتونید توی لینک پایین این توی ببخشید. این سیر ترشی خونگی و راشد تو بگو. این سیر ترشی خونگی و ترشی بادمجون و کبابی رو توی لینک پایین میذاریم. همین که روشا گفت. تا هفته بعد خداحافظ. امیدوارم که درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این دکمه زنگوله این پایین هم اگه خواستین فشار بدین که ویدیوهای جدید رو زود ببینین. دستور سیر ترشی خونگی و ترشی بادمجون کبابی هم توی لینک این پایین هست. اگه خواستین دستورش رو ببینین. تا هفته بعد خداحافظ. مال من رو بذار توی فیلم واقعی، مال بابا رو بذار توی بلوپرز.